آیا زن بغیر از خانه شوهرش میتونه در دیگر جاها لباسش رو عوض کنه؟ زیرا که ما یک برنامه فهمیدیم که باید فقط در خانه شوهرش باید لباس عوض میکرده باشد. آیا همین اساس دارد؟ بله، حدیث هست پیامبر صلی الله علیه و تحذیر کنندن از آن زنی که کدام زنی که لباسش را میکشد به پررگی، یعنی عریان میشود در غیر خانه شوهرش، وی زیناکار است گفتن. لیکن در تفسیر این حدیث مثلا بودن زنهایی که به حمام می رفتند، در آنجا مثلا لباسش را میماند، یا به خانه مادرش. یعنی این حدیث کنایه از عمل زشت است گفتن. یعنی برای اجرای عمل زشت زن لباسش را میبرارد. یعنی کدام زنی که لباسش را در غیر خانه شوهرش میبرارد، مقصد با غیر شوهرش، مثلا اگر این حدیث ظاهرش گیرید، ولی قطعی مثلا اگه کشور سفر رویدم به مهمان خانه خواب کنیدم باید لباسش را نبرارد، نه به این معنی نه. لیکن به هر حال در غیر خانه شوهرش، خاصتا در این زمانه فتنه باز، یعنی احتیاط کند بهتر است تا اینکه به چشم های بیگانه ها مانند دوربین ها و هرچی نافتد. احتیاط بهتر است. لیکن مراد واقعا یعنی به عملی بعد اگر دست زدنی باشد و زیناکار است، مادامی که سر و لباس خود را در غیر خانه شوهرش میبرارد، یعنی به غیر شوهرش، به همین معنا. لیکن مثلا خانه پدرش رفت یا خانه خواهرش رفت و مجبور شد که مثلا یک غسل کند، هیچ گپی ندارد اگر از فتنه ایمن باشد.